روز و روزگارتون بخیر شده باشد دوستان عزیز. این برنامه نوبتی لذیذ با جمشید است و مهمان نوبتی امروزه ما هستند ایزد شریفی، سراننده خوش آواز. سلام علیکم. علیکم السلام. خوش آمدید به استودیوی مرکزی تلویزیونی سفینه و بیننده عزیز. من بشوپه گفتنی هستم که خب ایجادیات ایزد شریفی به هر یکی ما و شما معلوم است و اثرات‌های بسیار زیبا و پرمضمونش ما همه روزه حلاوت میبریم. چگونه خود را حس میکنید؟ بسیار خوب، بسیار پر از انرژی هستیم، چون که امروز دعوت شدیم به برنامه زیبای برادری عزیزمون جمشید جان لذیذ و فکر میکنم که این لحظه ها شخصانی که با ما هستند خود را مثل ما پر انرژی و با طبع خوب و بالیده احساس میکنم. خیلی خوب دوستان عزیز، من فکر میکنم که واقعا هم امروز خوراکی که ما با همراه ایزد آماده میکنیم بسیار بولذت خواهد بود و بهترش خودی ایزد گوید که امروز چی آماده میکنیم. ایزد مرحمت، مسئولات هست در اینجا و کدام خوراک رو امروز آماده میکنیم؟ ما امروز کوشش میکنیم که برای بینندگان عزیز ما یک خوراکی اول میگیم، یعنی که خوراکی که بله، خوراک یکم، بله، خوراکی که پیش از خوراکی دوم میخورد نوش جان میکنن، همون رو آماده میکنیم، چون که من خودم نقض میبینم، خوراکی اول رو نقض میبینم، چون که برای سلامتی و بهبودن حالت روح و روانی انسان بسیار فایده کلان دارد. امروز در خوراکی که ما آماده میکنیم کدام محصولات ها لازم است؟ اساس، یعنی محصولات اساسی خوراک ما این چی است؟ نسک. هر یکی شما میدونید که چگونه لذیذ است نسک و شخصا من بسیار دوست میدارم. من هم در خاندان وقتی که کلینم، فرزندم یا که همسرم با آماده کردن خوراک میپردازند، من حتما بسیار وقت توصیه میدیم که نسک یا که نخود چیزایی هستند که به ارگانیسم انسان بسیار مفیدند و فایده‌آور هستند. یعنی دونگی ها. خب محصولات اساسی ما گفتیم بیننده عزیز که خب نسک است و استفاده میبریم در اونجا از جمله پیاز، سبزی و انمون گوشت لحمی مرغ به اصطلاح فیله میگویند. وقت رو زیاد نمیگیریم دوستان عزیز، بعد از چند لحظه برمیگردیم. این برنامه نوبتی لذیذ با جمشید است و با ایزد شروع میکنیم با آماده کردن یک خوراک بسیار لذیذ. اکنون دوستان عزیز با توصیه خب ایزد چکار میکنیم؟ الکای ما آب رو چکار میکنیم؟ گرم شده است و میجوشد تقریبا 15 یا 20 دقیقه میاندازم من. خب این خب کفایتی نمیکند. الکای صدایش بسیار دلنشین است، چون دلنشین و چی میگن؟ گوارست. بله، بسیار گوارست و کمک ایلوه میکنیم. و بیننده عزیز موافق طبع و ذوق گفتیم، کسی که چگونه که میخواهد، چقدر که میخواهد، برای چند نفر آماده میکند. البته شما میپردازید به میده کردن بله پیاز مرحمت و من میپردازم به میده کردن گوشت. خیلی خوب. گوشت و باید بگیم به بینندگان عزیز که پیاز رو ایزد بله میگوین که برای انسان عموما شخص اون چیزی که زنده است، جسمی که زنده است، نه خب به غذا چیکار میکند؟ غیر امکان است زندگیش. شما چگونه هستید؟ خب پیش از مثلا سراینده ها اکثریت هر گونه مثلا با خود یک اسلوب خاصی خود را دارند که خب بعضیشون پیش از کنسرت و پیش از برآمد استعمال نمیکنند، عموما فقط آب می نوشند. بعضیاشون میگن که نه، اگر من استعمال نکنم یگان حالت فوق الطبیعی رخ میدهد در همون پروسس کنسرت برنامه. شما چگونه هستید پیش از برنامه کنسرتی، پیش از اونی که به صحنه میبرید؟ خب چگونه است؟ راست گپ من همه هنرمندا را نمیدونم، لیکن من شخصا خودم هرگاه که به صحنه میبرویم خیال میکنم که بار اول است. بار اول است؟ بله. یعنی من وجودم رو یک احساس بسیار نجیب فرا میگیرد و کوشش میکنم که همون احساسی که همون چیزی که شنوندای ما از ما انتظار هستند همون انرژی رو به اونها دیم و همین خاطر بسیار وقت پیش از به صحنه برآمدن
من کوشش میکنم که چیزی نخورم. یعنی شما نمیخورید؟ نمیخورم بله. خیلی عالی. بیشتر کدام خوب خوراکو به شما پسند است؟ خوراک اول من بسیار شوربا رو دوست می‌دارم. خب شوربایی که مثل خانگی هستند البته. خب ریزه شوربا و ویتامین‌های زیادی دارد. از اون سبب که در ترکیب ریزه شوربا نخود مثلا چیزایی که دونگی زیاد هستند بله. خب به همین خاطر بسیار دوست می‌دارم و غذای دوم البته از اون سبب کمتر وزنی است که با معده ما کمتر فشار می‌آورد. یعنی معده ما هنگام حل کردن غذای دوم بسیارتر و رنج می‌کشد. و شما فکری معده رو معده بله. به همین خاطر من خوراک اول رو به اون خاطر دوست می‌دارم که بسیار زود حل شونده است و فشار با جگر رو مثلا که وای دیگر عضوهای مهمی حیاتی ضرر نمی‌رساند بله. و هنگام استعمال غذای اول چین درجه لوبکا چی میشه؟ معده. هنگام استعمال غذای یکم معده ما بسیار راحت و چخیل بگم خود رو راحت‌تر کار خود رو انجام میده. اوه خیلی خوب. دوستان عزیز زودک برمیگردیم. گفتیم که تو این دم چیکار کردیم. این برنامه لذیذ با جمشید است. مهمون من هستند عزت شریفی سرانده بسیار محبوب و تو این دم الکای در انمون چی میگویند دک یا خود کرسون نسک رو انداختیم. باید که 10-15 دقیقه جوش شد نسک و بعداً در توبه روان رو انداختیم. بعد از چند لحظه ما انمون گوشتی که میده کردیم گوشت لحمی مرغ رو بله بیرون میکنیم کمک بیرون میکنیم. بعد از این مرغ رو میگیریم بعد پیاز رو میاندازیم و بعد از پیاز خب سبزی رو از تروشک میگذاریم و باز بیرون میکنیم بعداً آمیخته میکنیم. بعد از چند لحظه برمیگردیم. اصلا فکرم سبزی گفتن کمی زردک از این اصلا در مردم فارس زبان این رو زردک میگویند. و یا زردک میگویند. ما سبزی میگیم. بعد از چند لحظه برمیگردیم. با گفته اجدادی خود. سپاسی به اندازه که با ما پیوستین دوستان عزیز. الکای روغن ما میگوید که چیکار کردن در کار. وقتی اون است که خب گوشت رو اندازیم و این معنی اون را دارد که عزت باید که پیازی دوم رو چیکار کند. پیازی دوم رو ریزه کند. خب دوستان عزیز الکای من فکر میکنم که خب گوشتی مرغ لحم یعنی گوشتی لحم از مرغ با اصطلاح فیله بسیار زود میپزد. اصلا باید که یک بار زود کم خب بیرون کنیم و خلاص بسیاری بعد نه همین طور است. بله. خب بعد از چند لحظه تو اون دمی که عزت با آخر میرسوند ریزه کردن پیاز رو ما الکای این رو باید که چیکار کنیم گیریم. یک بار دیگر نه روگردان الکای کردم. بله الکای کردم. الکای شما با آخر رسوندید؟ بله. خب لکه اینش با فیلم کمتر این طرف رو کمک میده‌تر میکنیم. دوستان عزیز ببینید الکای خودم فهمیده است. خوراک ما گفتیم در اینجا خوراکی ما نام ندارد و حتما که نامگذاری خواهیم کرد در دوامی برنامه حتما. بیننده عزیز اکنون تا اون که تمام کردن ریزه کردن پیاز رو میبینیم که اون سطحی که مرغ ما پزد الکای پخته است و میگیریم از توبه با یک ولی مخصوص زیرو چیکار میکنن در این روغن این باید که چیکار کنیم باز ما پیاز رو و سبزی رو تسبونیم بیرون میکنیم بله. ببینید که رنگش چگونه شده است و باور کنید بسیار ملایم بسیار غیر عادی میپزد. من باوری کامل دارم که خب بعضی از بیننده های ما آماده کردند این خوراک رو و اکثریت فکر میکنم که اکنون ما رو دیده از ما عبرت گرفته چون این خوراک رو باید در خانه آماده میکنم. بسیار خوراک سبک فایده‌آور لذیذ و من فکر میکنم که تا یک اندازه چی است شما میتوانید برای 2 نفر 3 نفر 4 نفر چیکار کنید راحت آماده کنید و
کیفوی است میجوشد دوام مییابد و ما با بینندگان عزیز نگفتیم که چند حرارتی تصفیه ما چند باشد. یعنی که بلندتر باید باشد. بلندتر باشد. بله. بلندتر باید باشد زیرا من کفلز رو دور نمیگذارم. دوستان عزیز وقتی اون رسیده است که چیکار میکنیم زد؟ بزرگ کنیم بله. پیاز رو اگر با چوبین میکردی خوبتر میشد. خوبتر میشد بله. بله. مرحمت. چوبین رو میگیریم. خواهش میکنم. این پیاز رو نیز. خب. جمشید جان. خب در نظر اول بیننده عزیز کمک زیادتر میتوبد انامین پیازی مو لیکن اینطور نیست آب میشود. دوستان عزیز توندم که ایزد بسیار ملایم بسیار مناسبت خوب و گوارا دارد با پیاز بریون کرده ایستاده است. چیکار میکنیم؟ من سبزی رو الکای از تراشک چیکار میکنم؟ میگذارونم. گفتیم که از تراشک باید گذارونیم این رو در خوراک ما باید که مزه به خود همچنین سیمای ظاهری یعنی رنگ ظاهری نیز ظاهرا بسیار زیبا باشد. اینجا بسیار چیزا رو اضافه کردن ممکن است. لیکن ما قطعی جمشید کوشش کردیم که اون چیزی رو که روی دستی ما بود همون رو آماده کنیم برای من فکر میکنم که به قلمفور بلغاری نیست خیلی بولذت خواهد آمد. باور کنید چون که پیاز یک محصولاتی است که باور کنید جای چندین چیز رو عوض میکند، چندین محصولات دیگر رو عوض میکند. بله. ایزد من در کجای خونده بودم که یک سراینده در مصاحبهش گفته است که مثلا من در چنان زیاد در موضوعهای گوناگون سرود ایجاد کردم که یگان سراینده روی زمین اینقدر زیاد در موضوعهای گوناگون ایجاد نکرده است. مثلا ما میبینیم که 99.9% سراینده ها پیش از همه عشق و عاشقی بله. در وصف وطن مهر محبت در وصف مادر بله انا محبت وطن محبت مادر خب محبت معشوقه شعر سرود ایجاد میکنن بله و کم نفرانی میشود که مثلا از همین چارچوبه بیرون میبراید در ایجادیات شما. لیکن خوشبختانه در ما هست. در مثلا ما از ایجادیات استاد خیراندیش چون که بینندگان عزیز ما اطلاع دارن یک شعر بسیار زیبای داشتن برای دسترخوان تاجیکی. خب شیشتنی دارد سر دسترخوان تاجیکی مزه دارد خوردن یک بردنان تاجیکی. خب ای بیا با هم بیاساییم و سر بالا کنیم از زمینی تاجیکی تا آسمان تاجیکی. بله. یعنی شما متنیاتی هست در ایجادیات شما. بله من در هر جبهه حیات مثلا باز با سپورت ورزش بخشیده با عموما حیاتی اویلوی مثلا دیگر جبهه های حیات من چندین آهنگای آفریدم که بینندگان عزیز ما البته شنیدن. درباره خوراک هست یک سرود کوشش کردن در کار که مثل که خوراک میپزیم همون ایجادیات خود رو هم از هر گونه موضوع بوی کنیم پهلوها بوی کنیم یعنی که در هر وصف همه گونه حیات اجتماعی رو خب کوشش کردن در کار که یک شعری باشد. البته این با ایجادیات انسان باز یک شهامت و شکوه خاصه زم میسازد. بله. بیننده های عزیزم توصیه میدیم که پس از اونه که با خوراک نمک بیاندازید البته پیش چشیدن در کار چون که بله اکثریت وقت میشود که ممکن است که وای با جای نمک با خوراک شکر اندازید. اکنون چیکار میکنیم؟ سبزی رو نمکش کفایه بوده؟ با فکرم کمتر است. باز ایلوه میکنیم من با واسطه کفایه است. کفایه بعدا ایلوه میکنیم در دوامی انمون انگامی با چی انداختم؟ با دیگ. بله. اینجا ما نمک نداختیم. نمک نداختیم. یک بار میکوبیم این رو. این
بعد نمک میاندازیم. بعد از همه این رو انداختم بعد میچشیم. خیلی موافقی ضبط کن بعد اونجا نمک رو اضافه میکنم. بله. من بینم که دیدید علاقه رنگی آب عوض شد یعنی که شیره‌دار شده است دست غاز میشد یعنی آبی انداخته ایم. خب کمک در اینجا دم میگیرد. خب دوستان عزیز تا اونجا که خب میتصبت پیاز با همون سبزی از ترشک گذرانده شده بیرون میشود علاقه نسک پورا آماده شده است و گوشت لحم مرغ گوشت مرغ علاقه آماده است. برو همراه باشید این برنامه لذیذ با جمشید است از شبکه سفینه. دوستان عزیز تشکر که با پیوستید. گفتیم که میهمان من هستند عزت شریفی و بینید که در این چی میگویند کسب نیز مهارتی بلند دارد. یعنی چیکار میکند علاقه از اوده خوب برآمد از اوده ریزه کردن پیاز علاقه بیرون کردن پیاز و بعد از چند لحظه چیکار میکنیم علاوه میکنیم محصولاتی که داریم در واردی انامین دیگ یک جای میکنیم بوناسک علاوه میکنیم. ولی فرصت داریم یا کی نه علاقه من فکر میکنم که امکانیت فرصت فرار است از 15 20 دقیقه جوشید. اول میاندازیم چی رو گوشتی بیرون شده رو گوشتی بیرون شده مرغ رو میاندازیم. باوری کامل دارم که بسیار یک خوراک عجیب خواهد بود و سبک با لذت لذیذ. ببینید که چگونه است. من واقعا هم و زود از همین توبه گرفته داخلی کرسان میکنیم دیگ میگن کرسان میگن. اصلا دیگ رو ما الان دیگی که در خب دیگ دون است نه اما نمیگیم و به هر حال کسی که چگونه که اوکی دیگ با فکریم معمولتر میشود چون که مردم بسیار دیگ میگن. میکوبیم ما از این دستش میگیریم خوب کاک میکوبیم. من علاقه این رو گرم است. نه خوب گرم نیست با حضور. زیادی بد نشود کمک وقتی که نمک زیادتر شد همین قدر کافی است. کفایه است. میخوای یک بار میکوبیم باز وقتی که سنجیدیم چون که جوشیدگی است وقتی که جوشید تیز مزه شوری و کم نمکیش معلوم میشه. اکنون دیگر کور نمیگیریم کمی میجوشد بعد اگر نمک در شد بود اضافه میکنیم. دوستان عزیز خب چیکار میکنیم عزت جون؟ ما بیننده عزیز قریب که باقی رسیده است 99.9% خوراک ما باقی رسید فقط 15 یا نه 15 نه 8 یا 10 دقیقه میجوشد بعدا ما با کاسه میگیریم میچشیم و بعد از یک وقفه کوتاه اکک برمیگردیم و ادامه میدیم و میبینیم که چگونه خوراک آماده است. خوراک نام ندارد و در آخر نامگذاری خواهیم کرد. گفتم که میمونی من هستند امروز عزت شریفی. ما رو همراه باشید بعد از چند لحظه برمیگردیم. میگید که زیمن بیهوده میرنجی شنیده تهمتی ناکس. برای شما 10 ثانیه وقت با آهنگش اینو زمزمه کنید. خب این رو قبلا من جوانوی عزیزی ما خونده بود. خیلی عالی. مرحمت چگونه است؟ زیمن بیهوده میرنجی شنیده تهمتی ناکس مرا با چشم خود بینگر مجو از غیبتی. واقعا هم آفرین. از یکم سوال از یکم انامین دور گذشت عزت شریفی و میگذاریم به دور دوم. کم اکک مشکل تر می شود. بفرمایید. آماده هستید شما؟ بله. ای نازنین ای بی وفا رفتی زیمن دیگر نیا. وقت رفت. خیلی وقتی که رفت بجا میاد دیگر. کم اکک تقریبا 8-10 سال پیش بود. این بسیار بسیار در مود بود. ای نازنین ای بی وفا رفتی زیمن دیگر میا. دیگر نمیخواهم تو رو نبود. چونیز میسرا نبود در دو. وای شما اون سرودی سعودی خلوف رو کم اکک ایلوه کردید.
جانی من آمد بر لبم. نه این نیست. ای نازنین ای بی‌وفا رفتی زی من دیگر مایو. بسیار سرودی شما اجرا کنندش هم میخواید؟ اجرا کنندش رو میخوام. من فکر میکنم که وقتی شما آهنگش رو فهمیده در که اجرا کنندش رو میفهمید کی است. آخر من این سرود رو میتونم با شکل خود آهنگی؟ نه من در نظر دارم که چون که شما از سرود منیجر رو گفتید چگونه است که میاد سرایت انا میرو. ای نازنین ای بی‌وفا رفتی ز من دیگر میا. در یادم نآمده است. لای 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 ای بی‌وفا دلها رفتی ز من لای 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 رفتی ز من دیگر. این شش مقام است. ای نازنین نه شش مقام نیست. رفتی ز من دیگر نیا. دو ای نیافتم من. یک بهرام غفوری میسراید. با خاطرتون اومد؟ زمزمه میکنیم. ای نازنین ای بی‌وفا رفتی زی من دیگر میا. زیش که تو دیوانه‌ام دیگر میا. سوال آخرین است دوستان عزیز. یک بر یک از اکنون اگر این سوال من رو داند ایزا شریفی در این روبریکه یا بخشی همین برنامه لذیذ چیکار میکند؟ با یک کابلیز بالا میگردد و صاحب یک کابلیز رو میگیرد. آماده هستید شما؟ بله. شما میخواید که از انمون سرانده موسیقی نوی خودمون باشد یا اینکه کمک پیشتر؟ خیلی ببینیم که چی میگوید. نه چی فکر داره شما؟ من با شما انتخاب میگذارم. من نمیدونم. من فکرم در آماده شدن خوراک است. با اون مزه او در مشام میرسد از همه شیرو فراموش کردم. بینید بسیار مشکل است. بهانه زور یافتم. بسیار مشکل است. لیکن من بهانه زور یافتم جمشید جان. اگر نیافتم همین خوراک سببگار میشه. بله. آماده هستید؟ بله. پورا. خیلی اگه اون شعری آسان‌تر بود که تیز دیدم بیاد. خب معلش من آسان‌تر میکوبم. نسبتاً آسان میکوبم. جورگی را فراموش نکن جمشید جان. رفیق گپ نیست. اینجا برادری گفتنی گپ است. کوشش کن که کوی آسان‌تر باشه. بله. من هم خیلی دیگرگونه میگم که شما ندونید. بعد دو رخساری سفیدت بلبانی برگی بیدت با دو چشمی سرمسایت. نه چی با ما این را باید دو قشقه میگیریم. خب با فکرم یک اون چیزی ضربی باشه زورتر میبراید. خب فهمیده چی ما؟ با رخساری سفیدت با لبانی برگی بیدت با دو چشمی سرمزه بد چقدر حیا نشسته. چی شود که گر سری خود سری زانویم گذاری. چی شود که گر سری خود سری زانویم گذاری. تو به خواب نازو باشی منی به قرار نشسته. با رخساری سفیدت با لبانی بر ذکر الله حکیمو. اکنون دوستان عزیز بایتو بیدو برای یک ایزد شریفی دست پولو گردی در این روبریکه برنامه ما و بعد از چند لحظه برمیگردیم. بعد از یک وقفه کوتاه میچشیم این خوراک رو و نامگذاری خواهیم کرد. برو همراه باشید. دوستان عزیز بالاخره آماده شد این خوراکی که با همراهی برادر عزیزمون ایزد شریفی آماده کردیم و من فکر میکنم که بسیار بولذت است زیرا از بویش الکای احساس می شود که بسیار خوراکی لذیذ آمده است. وقتی اون رسته است که با کوسه برداریم همین طور رسته؟ بله. با کوسه برداریم و میگوییم که چگونه خب بولذت چگونه خب طبعی دل برآمده است.
خب دوستان عزیز الکی میگیریم آماده شد این خوراک بعد از یک لحظه کوتاه که شما از انمون نواری نزدیک میبینید که چگونه نمای ظاهری خوراک ما آماده است و بعدا چیکار میکنیم میچشیم ما رو همراه باشید بعد از یک لحظه خیلی کوتاه دوستان عزیز بالاخره با عزت پر را آماده کردیم و میچشیم که چگونه لذت با کمک هم دیگر و بشوبه اکنون مهمان در اینجا شخص اساسی است با توصیه های بسیار هم مفیدی عزت شریفی آماده کردیم من از یک چیز میترسم خب از نمک از من فکر میکنم چشیدیم الکی خوب بود لیکن خیلی وزیر با ما بعضی چیزایی که لوا کردیم الان که نامعلوم میشه میچشیم میچشیم با اشتیا باشید بسم الله الرحمن الرحیم بسم الله الرحمن الرحیم به حد با لذت بله بسیار زیبا هم نمودی خوراک زیبا بینید نمایش چگونه است گوناگون رنگ است بسیار زیبا تشکر از هر دومون واقعا هم بار دیگر اثبات شد که ما میتوانستیم ما میتوانیم بله طبع دل من یک تاجیکستان سپاس میگویم از شما برای آماده کردن چنین خوراکی با لذت تشکر زیاد اساسش که در اینجا مهر بود محبت بود صمیمیت بود ببینید که چگونه خوراک اومد اگر گیریم یگان محصولات غیر عادی و فوق الطبیعی نبود در اینجا همون خب نسک کبودی ها گوشت مرغ ولی اساسش در اینجا مهر محبت بود صمیمیت بود بسیار یک صحبت خوب و خوش و گوارا شد بسیارتر صمیمیت از جانبی جمشید جان عزیز بودم من گفتنی هم که از جانبی برادرمون عزت بدم لیکن من به هر حال کوشیدم که جمشید جان رو کمی کمک کرده باشن در اینجا بسیار زحمت های جمشید جان نظر است و ما کمی یاردم کردیم یارمندی کردیم و در آخر نتیجه بسیار زیبایی نشان دادیم بله من با خلاصه اومدم در آخری برنامه بیننده عزیز که این خوراک رو نامگذاری کنیم عزت شما چی فکر عزت و لذت بله خوراک عزت در برنامه لذیذ مؤلفش عزتی عزیز مؤلفش جمشید جان سلامت باشید تشکر زیاد در آخر کوتاه با جمشید جان عزیز بله در آخر کوتاه برای بیننده‌های عزیز شبکه سفینه چی گفتنی هستید دوستان عزیز من از همه شما قبلا منتدار هستم که وقتی پر قیمتی خود را دریغ ندانسته با ما همراه بودید بله. و تلویزیون سفینه را تماشا کردید و اون هنر استعدادی که ما کمی هم بود با همراهی جمشید جان با شما نشان دادیم عزیزان دل ما من باوری دارم که شما با نزدیکان خود و با دوستان خود با همه اون شخصانی که دوستشون می‌دارید کوشش میکنید که باری هم باشد یگان خوراکی با مزه تیار کنید از جمله خوراکی که امروز آماده کردن عزت نام دارد خوراک با نام عزت تشکر زیاد از شما سپاس که به برنامه ما اومدید تشکر که یک خوراک بسیار بالعزت رو یک جا آماده کردیم من باری کامل دارم که شما رو دیده بیننده‌های عزیز شبکه سفینه پورا زودک شروع میکنن به آماده کردن این خوراک و میچشند لذت میبرند نوش جان میکنند تشکر زیاد سلامت بیننده از اینجا باشد برنامه نوبتی لذیذ با جمشید با آخر میرسد در هر کجایی نباشید دویم سالم و بردم باشید و خوراکای لذیذی توجیکی را استعمال نمایید در برابر خوراکای خارجی تا دیدار